Safardan teşekkür. Furuşan yok tamam şeysen. Çan şimdi gel. Mekanik mi? Senin bir ne dura? Barodaro bratuna salom. Dehay layron damadagi. برای جفت کردن زمین نصیب باشه زغیر میشنونیم همه خیل پاپوتی در زمینی دولت خوجا اومدیم گندم شنوندگی میبینی گندم با فکرم شدگی نیسته حاضر باید گندم دارو بزنه کربامید آوردگی کربامید باید بزنه سویت ما هم خیلی که نزنش نه یک بار دیگر جفت کنه یکون چیز دیگر بکره تماشا کنی لیکن دولت گپی ما رو نگرفته است دولت کجا گپ ما رو نگرفته است میگه وقتی که دورو زدی بعد گندم خوبتر میشه یعنی دیدیستی گندم در 10-15 سانتی متر یک دونه در 10-15 سانتی متر یک دونه در 10-15 سانتی متر باید اینه 10-12 دونه باشه گندم که یک چی گرفته بتونی یا دهای لیرونه دهایلارون ما برای پایان شدگیم همگی دهایلارون دا چند خوجگی 16 خوجگی 2 سال پیش بود حاضر زیادتر شدگی لایرون دهای خوبای آبش کمتره آبش ها ای طرف میاد اینجا همینجا آبش باید این سال کار کنن هر سال وعده دادیستن کار نکردیستن این سال باید آبش کار کنن آبیاری کنن این زمینایی که میبینی یگون تاشه یگون کس آب نمیتیه لیکن همش در دکومنت زمینی آبی قید کرده شده یعنی که زمینی آبیان یگون کس آب نمیتیه فقط نزدی حولیگیشونه شان با جنجال با آچرت آب میتیان آب کم میره چونکه جبور کنالم جای جبورشون ویرونه اینجا لایرون بالا این طرف غود علی سرخان انا ای سنگی که میبینید کو روشن‌تر بشوه انا همین که انا همین که کوهی توه میگن ایرا توه باینش دا ولی صورت میگیریم باینش دا میمونیم باینش دا پای نعلی اسبای مسابقه نکنه که در وقتش حضرت علی اومدگی همین طرف پای اسبی دیلدیلای اسبی حضرت علی دیلدیل نام داشت پای همون گفته ایستم که توه دا طرف جور قشلاقی ما هو طرف ده هو درون ده امروز هوا آور کردگی اینترنت هم هوایی ساز نداده است چند روز چی امروز بعدتر برای هم جفت اومدیم باید هو جه زمینه شده باید زغیر بشنونیم قدیم و دولت کجا گفتیم ماهیر قدیمان همراه ایمان با ماشین ماهیر اومدگیم دولت کجا ماهیر یک سلام طرفی بچه‌های قریب باز میریم جفت میکنیم بعد بو چخشق میکنیم نصیب باشه جفت سر کردیم این دلم میدونم باید دلم فیضالی چیکار کرده استای؟ یعنی زغیرش کردیم بچه‌ها در حق ما دعا کنید که زغیر بشوه وقتی اومده یک خروط‌های باروغن زغیر میخریم دعای شما برای ما 30 لیتر برای زغیر گپ نیست اوه گپ دادی یک دست صدا نیست وقتی که دتا میشوند یک آواز پیدا میشود سیخمولا برانه و تاجیکی سیخمولا میگن ما میگیم دادم بی تراکتور برانه ارش کرده است ایرا سیخمولا میگفتن بابات بعد خما میشپید میگم ورزگاور بیار سیخمولاش که تا جای برانه حالا می همون سیخمولا یکی
ما میگیم اینا در دم بی تراکتور، یعنی که برانه کرده است. خب بابای سایبرخان مویرشام هی جدا سیره کشول داره در شوخی نو بید. این ای طرفی حضرت برخ میرفتگی میرای اینجا نسونی و قشلاقی جگونی و بعد لنگرو میشون، همه خیلی میرای جروی بخت لاجرک، بعد دشتای سنگوار قشلاقی نسای نایگوف، بعد نسای، بعد هم خطی خلاصه که 75-80 کیلومتر برای حضرت برخ رفتن. همه قراره دیگه 75-80 کیلومتر راه میره، بعد به حضرت برخ میره. خیلی زمین کشداری 80 فوتی خیلی فیضلی اینه خیلی که میبینیم. خب نه قشلاقی لایرونی بالا میگن. خب این ای طرف گندم شنوندیم. خب بازی کم بارون نم کرده است، هوا اوره، در همین هوای اور دارو رو هم زدیم. خیلی ما هم اقدامات امید داریم حاصل شه، تیرماه فراوان به دست باید بیاریم خدا خواه انشالله. این هم خیلی وخیا وطنی عزیزی جانم باشی، وخیا وطنی عزیزی جانم باشی، تا هست مردمت تو جاویدانم باشی. وخیا چو دیاری کوهسارت بینم، وخیا چو دیاری کوهسارت بینم، در هر کفی کوهت چشم سار بینم. وخیا بهاری تو بهشت است بر ما، کوههای بلندت تاج و تخت است بر ما. در فصل بهارت بلبلان در چهچه، از بوی خوشی گلها مدهوش ما. خنگا به بین کوهسارت گذرد، ایام بهارت گلفشان میگذرد. این شعری ایجاد کرده خودی من است، شعر دولت خوجا در وصف وخیا. انا همین منظره های زیبا و همین چشم سار و همین سبزه و گل و بوتزارها، یعنی که هر یک انسان رو به وجه میارن، به ذوق. یعنی که انسان میتواند از همین شوق و ذوق زیادی همین وطن، از همین دیاری زیبا منظر، یعنی که خود به خود الهام بیارد و شعر ایجاد کند.